بریم با هم این مرغ زعفرونی خوش رنگ و خوشمزه رو درست کنیم. با یه مقدار از زعفرون دم کرده پشت و روی مرغامون رو حسابی زعفرونی میکنیم. و بعد توی این فاصله یه هویج متوسط رو حلقه حلقه خوردش میکنید. 2 تا پیاز متوسط برمیداریم، یکی رو همینجوری که توی تصویر میبینید خلال میکنیم، چون نمیخوام همه ی پیاز آب بشه و دوست دارم یه مقداری از پیاز دیده بشه توی غذا. و پیاز بعدی رو با سالاد خورد کن حسابی خوردش میکنیم. دو طرف مرغای زعفرونیمون رو با حرارت خیلی ملایم سرخ میکنیم، اما سعی نکنید که مرغ رو خیلی سرخ کنید که خشک بشه. فقط همین که کمی تغییر رنگ بده و طلایی بشه کافیه. بعد اینکه مرغ‌ها رو در آوردین توی همون روغن پیازهای نگینی شده رو بریزید و بذارید که کمی تفت بخوره. بعد اینکه پیازهامون تغییر رنگ دادن و طلایی شدن نوبت هویج هاست. دوباره چند دقیقه سرخ میکنیم. توی این مرحله میتونیم پیازهایی که خلال کرده بودیم رو بریزیم و کمی سرخ کنیم. و در آخر میتونید 2 تا حب سیر خرد شده یا رنده شده رو اضافه کنید. سعی کنید که سیرها رو خیلی سرخ نکنید تا عطر سیر از بین نره. یه لیوان آب جوش اضافه کنید و بعد ادویه هایی مثل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و برگ بو رو بریزید. اینکه چقدر میخواید نمک و یا فلفل سیاه اضافه کنید بستگی به ذائقه شما داره. مرغ‌ها رو اضافه کنید و بعد بذارید حدوداً 40 دقیقه با حرارت ملایم بپزه. اینجا توی 10 دقیقه آخر میتونید نیم پیمانه زرشک و باقی مونده زعفرونتون رو اضافه کنید. امیدوارم که این مرغ زعفرونی خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. یادتون نره که ما رو حمایت کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.